صرفاً یک ناآرامی مقطعی نیست، شاهد یک قیام گسترده مردمی باشند. لحظه شماری صهیونیست اینترنشنال برای ناامنی در ایران میتواند دامنه دار باشد. دست و پا میزنن تا راهی برای ناامن کردن ایران پیدا کنن. تداوم این اعتراضات چجوری میتونه این اعتراضات دوام پیدا بکنه؟ اینترنشنال برای اینکه جو رو متشنج کنه دست به دامن خبر دروغ هم میشه. مثلا میگه یه دانشجو به اسم ابوالفضل مروتی رو کتک زدن و بازداشت کردن، اما ابوالفضل مروتی هستم، بند جشن یزدیا بودم امشب و الحمدلله دستگیرم نشدم. الانم خوابگاه هستیم، با بچه‌ها دورم نشستیم. مزدوران موساد در مجازی هم دست به کار شدن. در آخرین مورد گفتن پسری 18 ساله به اسم مهدی سماواتی در فسا کشته شده. من مهدی سماواتی هستم، صاحب عکسی که در حال پخش توی گروه ها کانال های تلگرامی و گفته شده توی فسا کشته شده هستم. خواستم بگم من اهل فسا نیستم و اونجا نبودم. من 3 سال پیش خانواده‌ام در شهرستان کلجلویه هستم. این دروغ پراکنی ها صرفا از صبح تا الان خانواده من رو نگران کرد. کارمندای فارسی زبان رژیم صهیونیستی برای مردم خط و نشون هم میکشن. حمله اسرائیل و جنگ مجدد و مسئله حمله به جمهوری اسلامی همچنان روی میز باشه. از کشته سازی تا دروغ، ترفندهای تکراری فارسی زبانان موساد برای ایجاد آشوب در ایران. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.